سلام فرنزونیای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوشگل باشین. اینجا تا اطرافات سمی شما رو ببینیم و تا آخر همراهمون باشین. لایک سابسکرایب یادتون نره، به دوستاتون ما رو معرفی کنین. قربان شما دای غلام. یکی از بچه پاروهای کانال گفته آقا آلتم تو این شانس، من از یه دختر خوشم اومدم بهش بگم فهمیدم لزه. بازم چند ماه بعدش از یکی دیگه خوشم اومد دیدم اونم لزه. آقا من شانست رو ساییدم، ولی جدی این همه نجاست از کجا میاد؟ یکی از دافیای کانالمون گفته سلام، دخترم 16 سالمه، از سر کنجکاوی تو 10 سالگی تو همون دست برسه کردم تو خودم. بعد از اون خون اومدم نفهمیدم چی شد، فکر کردم عادت ماهانه شدم. بزرگتر که شدم فهمیدم چه گویی خوردم، به شدت نگران آینده و ازدواجم هستم. آخه قروم ساقی فلان شده، بری بالا تیر وقت برنگردی. این چه کاری بود با خودت کردی؟ چرا دست برسه کرده تو خودت بی ناموس؟ ببین ما اینجا نه علمشو داریم نه هیچی، برو پیش دکتر زنان زایمان بگاه رفتی عزیزم. دای غلام دکتر، یکی پشت خطه، وصلش کنم؟ وصلش کن قروم ساقا. سلام دکتر دای غلام هستم، متخصص شما، بفرمایید. بهت میدم پاس بکس من بخور. چی شده؟ چی کار کنم؟ بیام کجاته؟ برو بی ناموس. خوردم به 2000 لیتر بدن. 2000 لیتر من میدونی الان چقدر ایرانی. اندازه اون 2000 لیتر رو؟ آره پدر سگ بیشور، تو برنامه زنده چرا این کار را میکنی؟ گربه گور شده، ننه گل تیر برق، برو گمشو بمیر. برو آقا اینه قطع کن، زلیل قطعش کن. دکتر عذرخواهی میکنم از بچه ها، از همه اعضای تیم خیلی معذرت خواهی میکنم. این زک و تلفا آمدن داخل این کانال ما، برنامه ما، خیلی معذرت میخوام. قطعش کردم سلطان ستون، قطعش کردم. بر پدرشون لعنت، ای کاش خوابشون برده بود، ننه باباشون تولیداتشون رو کمتر میکردن. این چی بود؟ دوستان معذرت خواهی، بریم ادامه برنامه. یه بچه خوشگلای خود پیجمون گفته آقا ناموسن کمکم کنین. احسانم 16 سالمه، عاشق دخترای فامیلمون شدم مثل سگ. 7 سال ازم بزرگتره، نمیدونم چطور بهش بگم. احسان داداش یه نصیحت من به تو دارم، برو یه دست تو همون با گلنار بزن. اگه باز رفته بهش گفتی بیا توف بنداز تو صورت دایی. بابا ترشحات هورمونی زده به چشمات، بشریتت به فناست. دای غلام هستم عشقم، یه آقایونم چیه پشت خطه، خیلی از فیلترینگ های خودم هم رد شده، واقعا آدم بامرامیه، وصلش کنم؟ زلل وای به حالت، آبر ریزه بشه، خودم میام همون دستی که دست داده و آره وصلش کن بی ناموسا. دکتر دای غلام هستم در خدمتتون، بفرمایید. خدا فوش‌های امروز رو شروع میکنیم. چونی؟ تو مگه بیکاری پوفیوز میگی من افسردم، کیرم تو اون افسردگیت کسکش؟ افسرده چی هستی قرمسا؟ زلل این بود فیلترینگات؟ زلل من تو را ناب بی ناموس را فوش میدی؟ من اولش به نام خدا گفتم، مؤدبانه فوش دادم. مگه فوش دادنم مؤدبانه است بیشور؟ پدر به خطا مادر به فنا. برو گم شو، برو جلیل این برنامه را جمعش کن، تو را خدا جمعش کن، آبرو حیثیتمون رو بردی. فیلترینگش کرده بود این بی ناموسا، این داره فوش میده. معذرت از عوامل برنامه، مخصوصا دای غلام و بینندگان محترم. آقا ما نمیدونستیم فیلترمون یا این رد شد از تو فیلترمون، امیدوارم که ببخشیم ما را. سی داش قطعش کن، بهش بگو فلان شده، چرا وقت برنامه ما را میگیره، تایم برنامه ما را به فوش و تروریت میگیری. بچه ها بریم ادامه اعترافات شما، خیلی دوستتون داریم، معذرت.
یه بچه خوشگلم از اصفهان به من پیام داده، گفته دادا سلام، من اهل اصفهانم و اسمم حسینه. عاشق یه دختری شدم که اولش واردی رابطه شدیم اوکی بود، بعدش رفت و پیداش نشد. اینا فرستادم بگم هنوز عاشقشم و دوستش دارم، اگه تو کاناله بیاد ببینه. داداش من گور به گور شده، من بودم داداش، من بودم با اکانت فیک بهت پیام دادم، خواستم مسخرت کنم. بابا بکش بیرون از رابطه های مدزاز پدزازی و اینا، رفته دیگه ولش کن. یکی از دخترای کانالم پیام داده، سلام دخترم 16 سالمه، همتونم که 16 سالتونه، تازه اومدم کانالتون، خیلی خیلی خوبه، موفق باشین، نوکریم گوگل مگولی. گفته من بعضی شنیدم خود ارزایی که میکنی وقتی ازدواج کنی برم پیش دکتر میفهمن دیرم به ارگاسم میرسی. آبزی من، گل من، عشق من، بهت بگم آره مشخص میشه دیگه، نزن خواهیشم وقتت تلف نکن برای این کارا. دایی غلام عشقم، یکی از بچه‌های کانال پشت خطه، خواهد باهاتون صحبت کنه، اگه مشکلی وصلش کنیم. زاله تو که ما را نمودی وصلش کن، ما نه تو دهنمون نیست، از بچگی بدبختمون به خاطر همین بوده، قلب رعوفی داریم، وصلش کن. دکتر های غلام هستم، بفرمایید. جلیل چرا این حرف نزد؟ جلیل این داشت چی کار میکرد؟ خدا لعنتت کنه جلیل، احمق بیشور، این چی کار داشت میکرد؟ آقا برنامه ما همینجا به اتمام میرسه، من دیگه ناو توان این همه بدبختی ندارم به قرآن، تو رو خدا بزرگ خودتون ببخشید. دای قلم شرمنده، این بچه خوبی بود، من نمیدونم داشتم چی کار میکردم. بیننده عزیز، هر کامنت تهدید تشویقی دارین چی برامون بذارین، مرسی دارین، خیلی زیاد دوستتون داریم، بهتون میاد. تا برنامه بعدی با دای غلام، جلیل و اسکندرکاران، بدرود.